اودیسه و ایلیاد آثار افلاطون رو بخونید. آثار افلاطون رو از بچه 16 ساله 15 ساله میتونه بخونه، خیلی ساده است. مثلا من یه نمونه ضیافتشو براتون میگم. یه مجلسی ترتیب داده افلاطون که اونجا سقراط هست، اریستوفانس نویسنده معروف به اصطلاح کمدین معروف که نمایشنامه ابرها رو نوشته اون اونجا هست، آلکیبیادس هست، خود سقراط هست. اینا نشستن راجع به عشق دارن صحبت میکنن به زبان خیلی ساده، به اینقدر حرفای خوب میزنن، اینقدر شیرین که آدم حیرت میکنه، عمیق، که بعد از 30 سال که آدم اینا رو در جوانی خورد تازه شروع میکنه فهمیدن. این که من توصیه میکنم که از آثار افلاطون، خوشبختانه به فارسی هم هست، به انگلیسی هم اگه بتونید چه بهتر. رسالات افلاطون یه 4 رساله، یه 5 رساله چاپ شده و همینطور این کتاب جمهوریتش و کتاب‌های دیگرش، رسالات کوچیکی که داره، اینا رو از رسالات کوچیک‌تر شروع کنیم بخوندن. حالا من نمیرم توی نمایشنامه نویسان بزرگ مثل مثل سوفوکلس که اونم 3 تا اون نمایشنامه اودیپوس که اینا برای روانشناسی اینام لازمه. اینا که رشته‌های روانشناسی میخونن عقده اودیپوس میدونن چیه؟ عقده، فرض کنید که بسیار از اینها توی چیز از اسفینکس و معما و اینا رو باستی که اونجا بخونن دیگه. من توصیه میکنم که اصلا اساطیر کشورهای گوناگون از جمله اساطیر خودمون رو اینها رو بخونید، در اینکه برای فهم روانشناسی، برای فهم فلسفه، برای فهم زیبایی شناسی، برای هنر، تو موزه‌های دنیا که شما میرین اگه اساطیر ندونید نمیفهمید چی به چی هست. بنابراین اساطیر رو 2 تا کتاب در اساطیر من معرفی میکنم بهتون. یکی کتاب هامیلتون میتولوژی است، اساطیر اثر خانم هامیلتون که فکر میکنم به فارسی هم اخیراً ترجمه شده. یکی هم بولفینچ که یه خورده غنی‌تر و قوی‌تر است. نمایشنامه اودیپوس شهریار و نمایشنامه آنتیگون اثر همین سوفوکلس رو حتما بخونید. یه کتابی داره اریک فرون که این نمایشنامه ها رو تفسیر کرده اونجا به منتهای زیبایی. اون کتاب رو به نام زبان از یاد رفته اونم بخونید. بعد خلاصه از آثار ارسطو خود مشکل تره، باید آدم یه خود تخصص تر باش برخورد بکنه، ولی کتاب اخلاق نیکوماک رو بخونید و بعد اخلاق ناصری رو که میخونید میبینید که این چه پیشرفتی کرده در مسائل اخلاقی. اخلاق جلال الدین دوانی رو بخونید که اونم بسیار کتاب خوندنی هست. بعد میاد کتاب اخلاق ناصری رو که اونم به خاطر کسی نوشته شده و اون کتاب اخلاق نیکوماخوس به خاطر نیکوماخوس نوشته شده، اینا رو بخونید. دیگه از آثارش یکم کتاب بوتیقا یعنی پوئتیک یعنی شعر ارسطو که اولین کسی است که شعر رو در ترازوی نقد گذاشته، هنر رو در ترازوی نقد گذاشته. کتاب ریتوقا یا رتوریک که فن بیان هست، اونا رو بخونید. بعد میام همینطور مکاتبی که از سقراط سرچشمه گرفتن، 3 تا مکتب هست که یا 4 تا مکتب هست که این 4 تا رو باش آشنا بشین حتما. اینا دوای خیلی از دردهاست. یکی که مکتب کلبیون که اینا ظاهرا یعنی مثل سگ زندگی میکردن ولی اینجوری نبوده داستان که مثل سگ زندگی بکنن. اون وجه زهد و بی‌اعتنایی به زخارف دنیا رو اونها میخواستن نشون بدن. اپیکوریان گفتن نه، فضیلت در لذته. اونا میگفتن در ترک لذته. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخونی. اون آدم باید توجه بکنه، ولی ضمناً لذات دیگری هست که اونها جایگزین اگر از یه لذتی پرهیز کردی لذت بالاتر بهت میدن، ضمن اینکه همونها رو هم از دست نمیدی. اپیکوریان گفتن که اصل بر لذته، آدم باید لذت ببره. هر وقت که لذت نمیبری حتما یه کار بدی داره میکنی، چون اساس عالم بر این که آدم به کمال برسه، کمال هم در لذته. وقتی شما به کمال لایق حال خودتون برسین لذت میبرین. من الان اگه تشنم باشه این آب رو بخورم لذت میبرم. چرا؟ برای اینکه برای وجود من نیاز هست. وقتی که نیاز هست چرا شیرینی آدم خوشش میاد لذت میبره؟ چرا؟ ضمن برای اینکه مفیدم هست، برای اینکه بدن ما قند میسوزونه. پس اساس بر لذته. اگرم گفتن از یه لذتی پرهیز بکنید برای اینکه اون موجب رنج یکی دیگه نشه اولا، ثانیا شما رو از یه لذت بالاتری محروم نکنه، وگرنه کسی با لذت مخالفتی نکرده. اصلا باید آدم لذت ببره، باید زیستنش لذت بشه، خوابیدن لذت بشه. اگه خوابیدنتون لذت نداره بیمارین. آدم باید سرش که میذاره رو بالش حذف بکنه از خوابیدن، موقعی که میخواد بلند شه حذف کنه از بلند شدن. انگلیسی‌ها میگن lie like a stone rise like a feather. مثل سنگ بخوابین، مثل پر بلند شید.
بیشتر مردم برعکسن، مثل پر میخوابن، مثل سنگ بلند بشن. من خلاصه میکنم مکتب اپیکوریان، مکتب رواقیون به خصوص 2 جلد کتاب داره این مکتب که این رو من اسمش گذاشتم، یکیش رو والیوم 100 که اگر کسی در منتها درجه یأس و نومیدی باشه این کتاب اندیشه های مارکوس اورلیوس، یکی هم کتاب نصایح اپیکتتوس که این دوتا رواقی بودن که یکشون امپراتور بود یکشون برده بود، ولی فلسفه اینقدر تعیین تأثیر گذاشته بود که هر دوشون یه جور زندگی میکردن. یعنی اینقدر حکمت میتونه در انسان مؤثر باشه. اون کتاب اندیشه ها اونم حتما گیر بیارید، به هر وسیله‌ای هست بخونید کتاب اندیشه ها و کتاب نصایح مارکوس اورلیوس. یک مکتب شکاکان هم هست که اونم بعد نیست آدم یه سری بزنه، برای اینکه اونو در همه چیز شک میکنن، شک‌های بی معنی که ولی خوبه شک کردن گاهی اوقات به شرط اینکه شکی باشه که یه مبانی داشته باشه. گفتن که یک شکاکی بود به نام کارنئادس که این یه شاگردی داشت و خیلی اینو پرورشش داده بود. در فرهنگ ما امام فخر رازی رو میگن امام الشکاکین، برای اینکه امام المشککین، برای اینکه در خیلی مسائل شک کرده و شکاش معقول بوده، شکایی بوده که به هر حال مقدمه شده برای اینکه یک تعالی ایجاد بشه. شک اشکال نداره، حتی در چیزایی که به نظر مردم بدیهی میاد شک کردن. کارنئادس یه شاگردی داشت که خیلی اینو پرورشش داده بود و میدونست که بهترین شاگردش. یه روز در کنار ساحل یه عده از اوباش حمله میکنن اینو بزننش و این میبینه از دور ولی هیچ تکون نمیخوره. اونم از دور متوجه میشه، فکر میکنه که این شاگردش هم خیلی قوی هیکله الان میاد به کمکش، ولی هیچ نمیاد و اونا کتک مفصلی به این میزنن و فیلسوف رو میزننش اونجا و یه هفته استراحت میکرده فیلسوف در خانه. بعد این شاگردش میره اونجا به دیدنش، میگه تو منو دیدی یا ندیدی؟ گفت چرا دیدم. گفتش خب چرا نیومدی؟ گفت اولا شک کردم که من این آلکیبیادس هست یا نیست، این ببخشید کارنئادس هست یا نیست. ثانیاً شک کردم که آیا من برم اصلا به طرف او یا نرم، کدومش بهتره، من نمی‌تونم تصمیم بگیرم. ثانیاً فکر کردم که آیا واقعا اینها میخوان او رو بزنن، در همین شک کرده بود و بنابراین نیومده بود. اینا رو به اصطلاح شک‌های نامعقول بهش میگن که انسان در سلامت فکر هیچ وقت این شک‌ها رو نمی‌کنه. بعداً از اینجا اگه یه جهشی بکنید به دوره رنسانس در اروپا، 2 کتاب دیگر رو من معرفی می‌کنم. یکی کتاب ارقنون جدید فرانسیس بیکن، یکم کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل. این کتاب من 30 بار حداقل خوندم و هر بار چیز تازه فهمیدم. گفتار در روش به کار بردن عقل ترجمه خوبی هم داره از مرحوم فروغی. یکی هم کتاب ارقنون جدید نووم ارگانوم که این کتاب رو هم مطالعه کنم. اما برگردیم به فرهنگ خودمون. حالا بازم من از این خواهم گفت از فرهنگ غرب. از فرهنگ خودمون اول قرآن. برای قرآنتون برنامه‌ریزی کنین و قرآن آشنا بشین. من کسانی رو دیدم مثلا بعد از 30 سال که قرآن میخونن میگه آقا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، این چی نمیدونه، لغتشو نمیدونه، ریشهشو نمیدونه، سابقهشو نمیدونه. قرآن رو جدی شروع بکنید. به نظر من زیادم لزوم نداره آدم مثلا هر دفعه یه سوره بلند یا یه جزء بخونه. خیلی ها مثلا اولا فکر می‌کنم مثلا ما رمضان که میشه باید یه دور حتما قرآن بخونن. وقتی شما مثل برق رد میشین از چیزی که نمیبینین اصلا. شما اگر مثل برق سوره انعامو میخونن، مثلا ابراهیم که نمیبینن، مثل برق رد میشن میرن. حضرت ابراهیم اونجا هست و سلام کنی ابراهیم رو، بپرسی که تو کی هستی، بهت بگه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اونجاست که میفهمی که لا احب الافلین. اونجا در اون وقتی که با سرعت رد نشی اونجا برخورد میکنی به اون آیه، وگرنه برخورد نمیکنی اصلا. روزی یه دونه آیه من توصیه میکنم به همه جوان‌ها و به همه و به خودم که این کار کردم. یه آیه رو شعار کنید، بگید که امروز من این آیه شعار منه. تا شب میخوام اولا لغتاشو یاد بگیرم. 2 تا لغت بیشتر نداره که یه آیه، 3 تا لغت داره. و ثانیاً معنیش هم نگاه بکنم، 1-2 تا کتاب اگر هست از یه نفر بپرسم، ولی بیشتر اوقاتم معنیش هم روشنه. ویل للمطففین، یعنی وای بر گران فروشان. اینو بزن اونجا، اگه کاسب بازار، اگر هر چی هست، اگه معلم جنس تو گرون نفروش. این رو سالم اکتال چیز که میکنی کم فروشی نکن، با همون وزنی که میخوای بهت بدن با همون وزن پس بده. روزی یه دونه آیه رو شما بکنید، سالش میشه چقدر؟ 360 آیه. کمه آدم 360 آیه بلد بشه و خوب
و اینو مرکوز ذهنش بشه و این رو باش عمل بکنه. گفتن اگر اون مقداری که فهمیدی عمل کردی بقیه رو یاد میدن. حالا اومد مثلا که آقا مدهامتان یعنی چی؟ از رحمان علم القرآن اینا رو همه رو یاد گرفتی، اینا رو همه رو گذروندی، فقط رسیده به مدهامتان که مدهامتان رو نمیدونه. فقط گفته بودن که کسی را پرسیدن که این و سماع ذات الحبک یعنی چی؟ کسی بود مدعی نشسته بود بر مسند پدرش باسواد بود، اینم به هوای اون نشسته بود بر مسند پدر رو. گفتن که امتحانی ازش بکنیم. گفتن که آقا این و سماع ذات الحبک که در قرآن اومده یعنی چی؟ اون سوادی نداشت. گفتش که سما که همون زمین است در اصفهان. گفت سما که همون زمین است. ذات هم مرحوم والد به ذات معتقد نبودن اصلا. حبک همون نیست که این میونا برمی حبکه. ما میتونیم که آیه به آیه قرآن بفهمیم و کلماتش رو دقت بکنیم، تفسیری اگر داره معنی لغویش رو نگاه بکنیم. و 360 یه سرمایه است. من قول میدم یک جوونی که 360 آیه قرآن رو هر روز نوشته باشه جلوش گذاشته باشه نمیتونه کار بد بکنه دیگه، ولی که اینا یکی یکی 360 مطلب بهش گفتن. ول کاظمین، یه روز بذار ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین. گفتن یکی از ائمه معصومین، یکی از مستخدمین یک کاری کرد از نزدیکان که مستوجب خشم بود. گفت الان خشمگین میشن حضرت. بلافاصله گفتش که ول کاظمین الغیظ، حضرت فرمودن خشمم خوردم اگرم داشت. بعد اون راضی نشد، خیلی زرنگ بود، گفتش که ول عافین عن الناس، یعنی عفوم گفتن عفو کردم. بازم راضی نشد، گفت که والله یحب المحسنین. گفت یه چیزی هم بهش بدین این بره، یه کمکی هم بهش بکنه. برای اینکه همه مراتبش هست. الکاظمین الغیظ، ما ببین چه مرتبه است که اولا خشم تو بخور، بعدن عفوش هم بکن، یه چیزی هم بهش بده. العافین عن الناس والله یحب المحسنین. بهترین نوع دعوت به این است که خداوند دوست داره بکن دیگه. اگر محسنین رو خداوند دوست داره احسان کن. پس بنابراین قرآن رو بر مبنای این که ما میخوایم بفهمیم و عمل بکنیم در نظر بگیرید، نه بر مبنای ثواب و نمیدونم ختم کردن و چند دور. مثلا وجبی که نمره نمیدن اونجا که مثلا روز قیامت میارن آقا مثلا میگه 150 تا قرآن خونده، نمیدونم 50 تا کربلا رفته، اینجوری حساب نمیکنن که. اونجوری دل رو حساب میکنن، دل رو میارن میگن این آقا چقدر شفاف شده. الا من اتى الله بقلب سلیم. و دلت رو به سبب این آیات با صیقل این عبادات اینا رو شفاف بکنی که بعد بتونی اونجای مقامی پیدا بکنی. در مورد حدیث و اینا هم همینطور. من توصیه میکنم کتابای از 40 که بزرگانی نوشتن که احادیث مستندتر رو انتخاب کردن از احادیث پیغمبر هم اگر روزی حتی هفته یک حدیث انسان بیاموزه در سال بیشتر از 40 تا میشه و شما رو با انبیا مشهور میکنن، با اولیا و مبلغین دین خدا مشهور میکنن. اگر 40 تا حدیث یاد بگیرین و این 40 تا حدیث رو برای مردم تعریف بکنین. بسیاری از این احادیث تو مثنوی هست. اصلا گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است. گفت پیغمبر گفت پیغمبر که الناس نیام، پیغمبر فرمود که مردم الناس نیام اذا ماتون تبهو، وقتی که مردن بیدار میشن. خیلی حرف مهمه که آدما خوابن وقتی بیدار شدن یه مرتبه صبح بلند میشه میبینی خبری یه خبر دیگه است. به صبح 8 چون گردی تو بیدار ببینید کان همه وهم است و پندار. حدیث گفت پیغمبر که رحم آرید بر حال من کان غنیاً ففتقر. او پیغمبر گفت پیغمبر که بر این 3 گروه رحم آرید از سنگی در زکوه، آن که او بعد از عزیزی خار شد وان که بود با مال. و حالا مردم که عزیز بوده خار شده یه طوری صحبت میکنن که مثلا خوب الحمدلله که به زمین خوردین. گفته که نه، اگه کسی عزیز بوده خار شده اینو محبت بکنیم بهش، نذارین بهش تلخی این خاری رو بچشه. آن که او بعد از عزیزی خار شد وان که بود با مال و بی دینار شد. یکی هم پولدار بوده فقیر شده شما بی لطفی بهش نکنید، اونم عزیز بدارینش. بود که بود با مال و بی دینار شد. آن سوم، البته مقصود اون سومی است، آن سوم اینم بهش رحم بکنید. آن سوم آن عالمی که در جهان مبتلا گردد میان ابلهان، یا مبتلا گردد میان گمراهان. نظام میگه هر ناموری که این جهان داشت، چون هست در عالم بالاخره یکی مزاحم شخص میشه، هر ناموری که این جهان داشت بدنام کنی که ز گمراهان داشت. یوسف که ز ماه عقد میبست از حقد برادران نمیرست. عیسی که دمش نداشت دودی میبرد جفای هر جهودی.
احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب. هر دفعه یه آیه‌ای رو انتخاب بکنید، یه حدیثی رو برای یک ماه. از نهج البلاغه من 2 تا چیز به خصوص توصیه میکنم. 2 تا خطبه رو، یکی خطبه حمام که همش در اخلاقه، یکی خطبه توحیدیه که تمام درس حکمت و فلسفه است. این 2 تا خطبه رو به خصوص تلاش کنید که بخونید. از دعاهام، دعاهای معصوره رو، اینا رو برای اینکه مثلا دعا بخونید و یه جایی مثلا باب الحوائجش نکنید. دعاها تعلیمن. این دعاها رو چراغ هدایت بکنیم. این دعاها خیلی ارزش دارن، به خصوص مثلا دعاهای مثل دعای کمیل، دعای صباح. اونجا بفهمین که فی اللیل الالیل، اون شبی که از شب تره یعنی چی؟ اون شب جهله که این چون این شب خیلی ستاره‌ای داره، گاهگاه ماهی چیزی هم داره. شب خیلی شب نیست. اون شبی که هیچ فروغی نداره، هیچ نوری نداره، هیچ ستاره نیست، از اون پناه ببرید. در این اون کسی که ظهور کرد، نبی که در لیل الیل ظهور کرد، اون رو بفهمید که چی داره میگه. بعدم این 5 تا کتاب که من همیشه گفتم که فردوسی رو شبی 10 بیت شاهنامه خوانی بر خودتون درست کنید، یا 5 بیت کافیه. در سال 3000 بیت فردوسی میشه. آدم همه چیزایی که مهمه یاد میگیره. از کتابای منتخب فردوسی انتخاب بکنید، هر شب 5 بیت 10 بیت بخونید. از سعدی و حافظ و مولانا روزی 1 غزل حتما بخونید. یه غزل صبح، یه غزل ظهر، یه غزل شب، از این و اون، این 3 تا بخونید. این چرچیل میگن در سخنرانی‌هاش که خیلی فصیح و بلیغ بوده، علت چه پرسیدن، گفت برای اینکه من هر روز یه مستخدم داشت که حتی موقعی که داشت ریشش اصلاح می‌کرده، یه نفر واسطه بوده براش غزل می‌خونده. غزلات شکسپیر رو می‌خونده که این کلمات تو گوشش باشه، فصاحت بهش بیاموزه. ما فصاحت و حکمت و الهیات و 1000 چیز یاد می‌گیریم از سعدی و حافظ و مولانا. روزی یه دونه غزل بذارید، اصلا جلسات شاهنامه خوانی بذارید، جلسات غزل خوانی بذارید. وقتشون جوان‌ها به چیزای باطل و بیهوده، حالا ورزش اینا هم خوبه در حد چیز خودش، ولی یه مرتبه تمام وقتش آدم نباید به یه چیزی بده که وقت شما خیلی گرانبهاتر از این است که به بازی‌های سرگرم کننده‌ای که سودی برش مترتب نیست، اونم در یه سنی که شما سن رشدتون هست، اینا صرف بشه. وقت بذارید، جلسه بذارید، جلسات فامیلی دور هم جمع بشین، بگین می‌خوایم امروز مثلا غزل بخونیم. بعد یک چیزی رو، کتابی رو تعیین کنه، بگین هفته بعد همه بخونن، اینجا میشینیم با هم صحبت میکنیم. جلسات فرهنگی بذارید با غذاهای کم، یعنی خونه هم دیگه برید، نون و پنیر و سبزی بذارید. هیچ لزومی نداره بر هم تکلفات کم بکنید، مائده آسمانی رو زیاد بکنید، مائده جسمانی رو به حداقل برگزار بکنید. همون نون و پنیر و سبزی با عشق و دوستی و محبت از هر غذایی که در عالم فکر بکنید لذیذ داره. پس این نظامی و ببخشید فردوسی، بعداً نظامی، اینا رو روزی 10 بیت نظامی بخونید، 5 بیت نظامی بخونید. بعد مولانا همینطور. مولانا 3 تا کتاب داره که هر 3 تاشو یه تیکه بالا سرتون بزنید، اینا رو یه تیکه فی مافی، من اینا رو تلخیص کردم، 114 تا قطعه شده. یه قطعه هر شب بخونید و ببینید چه برکتی داره. من خودم که دوباره میخونم اشک از چشم جاری میشه که تو اینو قبلا نفهمیده بودی، قبلا توجه نکرده بودی به این نکته که مولانا چی داره میگه. بخونید اینا رو. 114 تا نکته و لطیفه درش هست که هر کدومش کلید یه مشکلی از زندگی روزمره شماست. و همینطور مثنوی رو، و همینطور دیوان شمس رو. کتاب کیمیای سعادت غزالی رو به عنوان یک نموداری از نخبه از مجموعه لطائف فرهنگ و آداب و سنن اسلامی، اونها رو بخونید. از اهل تسنن بخونید، از تشیع بخونید. محدودیت مذهبی و فرقی و اینها قائل نشید. اینا انقدر بزرگ بودن که همه، خب بسیار از اینها مثلا مولانا، اینا تو فرهنگ تسنن بزرگ شدن. ولی شما آثار هیچ کس میگه که آقا این سنی بوده یا شیعه بوده یا شیعه، شما میگید که اون شیعه بوده ما نمیخونیم، یا مثلا فرض کنید این یکی سنی بوده. من این چیزها رو فراموش کنید. ما اون چی که مهمه، فرق ملاکش خداوند مشیتش بر این قرار گرفته بوده که فرقای گوناگون باشن. انا جعلناکم، ما قرار دادیم شعوبا و قبایل، کرد درست کردیم، چیز درست کردیم، ادیان مختلف. انا جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. ان اکرمکم، ملاک چیه؟ ملاکتون هم اون چیزاتون نیست، قومیت و فرقتون نیست، ملاکتون تقواتونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنابراین بر ملاک تقوا ما میتونیم با هم دیگه دوست بشیم. هر کی با تقواتره اون بالاتره. هر کی را خلقش نکو نیکش شمر، خواه از نسل علی خواه از عمر.
نیست. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. خلق آدم باید خوب باشه. حالا اینکه این از کجا گرفته و با چه چیزی، ایدئولوژی، با هر ایدئولوژی آدم دروغ بگه اون ایدئولوژی باطل، فرق نمیکنه. و با هر ایدئولوژی وقتی که شما دلتون پاک و با صفا و شرافت نفس دارین، بدونید که اون بت پرستی که جلوی اون کریشنا وامیسته و میگه که خدایا من کار بد نمیکنم، به اون داره میگه این حالا بهانه است. البته این کار خوب نیست، باید بهش نشون بدن که این شأنی نداره، مقامی نداره که اینجا تو در مقابلش. ولی اونم باطناً به تو میگه. ابو ریحان بیرونی به ما گفته که من رفتم اونجا دیدم که ما خیال میکنیم اینا بت پرستن، اینا خدا پرستن. تو برو تو اعمالشون، تو رفتارشون، تو اعتقاداتشون خدای یگانه رو معتقدن. تا اینو گذاشته اینجا که تمرکز بکنه که این مثلا خدای زیبایی، من رو زیبایی تمرکز بکنم، وگرنه این نیست که مثلا من اینو میپرستم. در حال پس سعدی هم همینطور. سعدی سعادت، واقعا مصاحبت سعدی، هر شب دوست سعدی باشین. 4 تا بیت از گلستان، از بوستان ارشبت که یه حکایتی از قارون. این چقدر قشنگه این حکایت که قارون، خداوند قارون را نصیحت کرد که احسن کما احسن الله الیک. نصیحت کرد که تو همونطور که خداوند به تو محبت کرده تو هم به دیگران احسان کن. نشنید و عاقبتش شنیدی. چقدر قشنگه، کوتاه، مختصر، تمیز. گفت یکی از ظالمان گفتش که مرا دعایی کن. گفت خدایا جانش بستان. گفت این چه دعاست؟ گفت این دعاست مرد تو را و جمله مسلمانان را. برای تو هم دعاست، برای اینکه تو هرچی اینجا بیشتر بمونی ظلمت بیشتر میشه مگر تو بکنی. اینقدر این سعدی شیرین خودش چیز کرده که من شهد شیرینی رو به وقتی شهد زیبایی رو آوردم روی این نصیحت تلخ که ظاهرش تلخه که تو بخوری و هضم بکنی. اینی که و حافظم همینطور. حافظم فرهنگ ماست. حافظ ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم که ما خوبیم ولی همه بدن. اینجوری نیستیم. ما گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. اگه کسی هم نادانی بود تو نگران نباش. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن کیا هستن؟ اونایی که یمشون علی الارض هونن، با فروتنی راه میرن، غرور ندارن روی زمین که ای زمین بر قامت رعنا نگر، بلکه با هون و با تواضع راه میرن. اگرم یه آدم جاهلی چیزی گفت میگن سلام علیکم، تعارض و کشمکشی با اون نمیکنن. ادفع بالحسنة السیئة. پس این بزرگان ما ببینم شما. حالا البته خیلی کتاب‌های دیگه هست، من شرمندم در پیش هزاران کتاب خوب اسلامی از این ارشبت که معراج السعاده مولا احمد نراقی گرفته تا هزاران کتاب دیگه که هست. منتها اینا شما اگر اینا رو بخونید بعداً به اونها هم راغب میشید. کتاب مثلا عین القضات همدانی، کتاب تمهیدات او، کتاب عزیزالدین نصفی، آثار عطار که اینا رو بعضیاش هم من تفسیر نوشتم. این گلشن راز شیخ محمود شبستری 1000 بیت بیشتر نیست. اگر شما روزی 3 بیتشو بخونی یه ساله تموم میشه. حیف نیست که ما اینو نخونده باشیم تا آخر، یه دور تا آخر بالاخره بخونیم اینو. روزی 3 بیت شما بخونید میشه 1000 بیتش تموم میشه. پس برای مطالعاتون برنامه‌ریزی بکنیم. و سوم برای نیکویی این است که یک کاری بکنیم که این برای ما هیچ فایده نداشته باشه. تعریف کار نیک اینه. کار نیک اون نیست که به درد شما نخوره، به درد یکی دیگه بخوره. هر روز شب از خودمون بپرسیم که تو امروز چه کاری کردی که غیر از این که می‌خواستی منافع خودت و مقصودهای خودت رو برسه، این بگین به خاطر دل این کردم، به خاطر عشقی که به او داشتم، به خاطر که این خوش بشه، به خاطر اینکه دلش به دست بیاد، به خاطر اینکه احساس حقارت نکنه، به خاطر هزار چیز دیگه من به خاطر او این کاری کردم. از خودم مایه گذاشتم. عشق یعنی از خود مایه گذاشتن، نه برای خود مایه گرفتن. کار نیک بکنیم و بیلان کارمون رو شب به شب بگیم آقا بپرس که تو در زیبایی چه کردی امروز، تو در دانایی امروز چقدر. ویل لمن صاب یوما. پیغمبر فرمود یکی از اون 40 تا حدیث خوبه که وای بر کسی که 2 روزش مساوی باشه، چون اینکه یه روز باطل شده. و دیروز چیکار می‌کردی؟ دیروز برای چی از دست دادی؟ پس هر روز یه خورده یه قدم هم شده به زیبایی نزدیکتر بشیم. هر روز یک قدم هم که شده به دانایی نزدیکتر بشیم. هر روز یک قدم شده به نیکویی نزدیکتر بشیم. اعمالتون بذارین جلو، بگین این یه کار خوب نبود اینجا، دیروز این کاری کردی، این رنجید،
این کمپلیمانی که حتی به او گفتی، اون یکی رنجید، نباید جلوی اون زیاد از اون تعریف میکردی، اون یکی هم بایستی که رعایتش میکردی، اون کمالی نداشت مورد تحقیر واقع شد. خیلی مراقبت رو باید بکنه که دلی نرنجه، پاس دلها رو جانب دلها عزیز داشت که سلطان ملک نگیرد اگر سپاه ندارد. اگه میخوای ملک دلها رو تسخیر بکنی بایستی پاس دلها رو داشته باشی، خاری از تو به هیچ دلی نرفته باشه. و هیچ سعادتی در هنگام مرگ بالاتر از این نیست که آدم نگاه بکنه به خودش و بگه که من کار بد نکردم، کسی از من خشمگین نیست، کسی از من رنجیده نیست، بار ارچاد مسئولیت رنجهای مردم به گردن من نیست، من تلاش خودم رو کردم برای اینکه بتونم رنجی رو کم بکنم، بتونم کمال ایجاد بکنم. بنابراین من ختم میکنم، از مولانا شروع کردیم، ختم میکنم باز به یه شعری از مولانا که ما اینها میخانه ماست. این ادبیات و فرهنگ جهانی که عرض کردم، من نیومدم تو دنیای آمریکا که براتون بگم در آمریکا در همون کبیر آدم‌هایی هستن که آب زلال به شما میدن، مثل والت بیتمان، مثل هنری دیوید تورو، مثل اون کتاب خوشه‌های علف والت بیتمان، اون کتاب نتانیل هوثورن که کتاب خانه هفت شیروانی و چند تا داستان دیگه نوشته، و امرسون امریکایی که چقدر عاشق و شیفته حافظ بوده و چه ستایش‌ها کرده، چه غزل‌ها گفته در وصف او، چه غزل‌ها گفته به شوق او. اینها رو بخونید، گوته رو بخونید، البته که دانته رو، اگرچه که دانته یه ایراداتی کردن میگن در جهنم یه آدمای رو اشتباهی گذاشته، عزیزان ما رو آورده گذاشته جهنم. نه، این مال عدم اطلاع و آگاهیش بوده. اون جایی که گذاشته درسته، یعنی یه آدم بدی رو حالا شما میگه این اون نبوده، اون نبوده، یکی دیگه است. اصلا شخصیتایی که اونجا اسم برده، دانته اسم برده، شخصیت‌های تاریخی نیستن. این شخصیتایی هستن که برای یه صفتی انتخاب کرده به دلیلی، وگرنه اصل این است که ما چطور از دوزخ خلاص بشیم، بیایم به برزخ، از برزخ بیایم بریم به بهشت و به دیدار پروردگارمون برسیم. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این آیه رو تو این سجل داره تفسیر میکنه که چطور قد ذره ذره ما حرکت کنیم به او برسیم. یعنی که آثار شکسپیر رو به خصوص بخونید، گوته رو به خصوص بخونید، ویکتور هوگو رو بخونید. من یه جمله از ویکتور رو بگم براتون که حظ بکنه آدم، که میگه که از یه بخشی داره در بینوایان که قلبی در زیر یک سنگ، یه سنگ یه نامه می‌نویسه، یه سنگ هم میذاره روش که کسی بخونه این نامه رو، بعد عنوانش گذاشته قلبی در زیر یک سنگ. اونجا میگه که خدا پشت گوش همه چیزها هست، ولی همه چیز خدا رو پنهان میکنه. چرا؟ برای اینکه اشیا حاجب ماورا هستن. دوست داشتن هر چیز شفاف کردن آن است. یعنی وقتی تو دوست داری اون شفافش میکنی، وقتی یه آدمی رو دوست داری از اون آدم خدا رو میتونی ببینی، برای اینکه پشت او این از حالت کدورت در میاد و تو میتونی در پشت اون از اون شفافیت استفاده کنی و خدا رو ببینی. عشق اشاره میکنه که مختصر کردن عالم خلقت در یک موجود و سپس بزرگ کردن آن موجود تا مقام خدایی، این عشق است. و چقدر جملات لطیف عارفانه اونجا آورده که آدم حیرت میکنه. اینا رو بعد از آثار تولستوی و روسیارم اونا رو هم بخونید، از به خصوص تولستوی، داستایوفسکی. این داستان‌های کوتاه تولستوی هوش از سر آدم میپره در زیبایی و در کوتاهی و اینکه چقدر معنای لطیفی رو به آدم منتقل میکنه. حالا تا برسیم به آدم‌های دیگه، همینا رو بخونید، برنامه بریزین، زیاد هم نیست، همش رو هم جمع کنین، 60 تا کتاب بیشتر نمیشه. اگر آدم برنامه‌ریزی بکنه اون وقت فرهنگ جهانی پیدا میکنین. فرهنگ جهانی که پیدا کردین با همه دنیا که میرین اونجا میگه آقا من میدونم که اون تو چی داری میگی، اونام خوشحال میشن. من رفته بودم یک سفیر سفارتخونه که ویزا بگیرم، اون سفیر دیدش که من مثلا ایبسنش نروژی بود که من ایبسن میشناسم، نمایشنامه‌اش خوندم، اینا خیلی خوشبخت شد. ما هم خوشبخت میشیم. من در دانشگاه نروژ دیدم یک مردی درویش صفتی، ریش بلندی گذاشته و با هم صحبت فارسی خیلی روان قشنگ، چقدرم حظ میکنه. بعد گفتش که من عاشق حافظم و الان چند ساله، 4-5 ساله که دارم شروع کردم کل دیوان حافظ رو دارم حفظ میکنم و الان 2/3 دیوان حافظ حفظم. هر چی به این آقا میگفتی یه شعر حافظ میخوند. گفتم شما قصد سفری به ایران ندارین؟ گفتش دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بست.
و عاشقن. همونطور که اونها وقتی میخونن ما لذت میبریم، ما هم اگر که بیان اونا ببینن که ما شکسپیر رو میشناسیم، شخصیتاشو میشناسیم، افلاطون رو میشناسیم، اونا هم لذت میبرن و این لذت ما رو به هم چیکار میکنه؟ نزدیک میکنه. کما که دو تا موسیقیدان، یکی تار میزنه یکی ویولون میزنه، پرام با هم رفیق میشن. چرا؟ اینکه اون میدونه پرده یعنی چی، میدونه که دست چقدر زحمت داره که آدم حرکت بده، چنین بکنه چنان بکنه، گوشه چیه، هارمونی چیه. هر چی آدم علمش بیشتر میشه از اون طرف مقابل، این تمدن‌ها اگه بخوان به هم نزدیک بشن باید شناخت پیدا کنیم نسبت به فرهنگ‌های همدیگه، ادبیات همدیگه، موسیقی همدیگه. بریم موسیقی دیگران رو گوش بکنیم، همش فکر نکن موسیقی کردی، موسیقی کردی خیلی خوبه، کردی هم خیلی خوبه، اینا بقیه هم بریم ببینین، اونا رو ببینین، هم شما رشد می‌کنین هم مال خودتون هم به اونها ارائه بدین. ان شاءالله که ما توفیق پیدا کنیم این میخانه المنت لله که در میکده باز است و زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. مولانا میگه که باز رسیدیم، من ختم میکنم به این دو بیت، باز رسیدیم ز میخانه مست، باز رهیدیم ز بالا و پس، جمله حریفان خوش و رقصان شدند، دست زنید ای صنمان دست دست.